سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و همسنفیان عزیز. سینا شادی هستم با دومین پادکست صنعت تابلوسازی. امروز در خدمت آقای مصطفی ابراهیمی عزیز هستیم از اتحادیه تهران. انشالله که یک پادکست بسیار جذاب و جنجالی رو داشته باشیم. درود در شما، خیلی متشکرم. خوشحالم که توی این پادکست شرکت کردم و حتما یک گپ و گفت خیلی خوبی رو خواهیم داشت. در خدمتتون. ان شاء الله سلامت باشید. خب دوستان، چیزی که در واقع در نزدیکترین اتفاقی که پیش روی ما هست نمایشگاه 23 تا 26 آذر ماه هست که در واقع خب یه سری حواشی و یه سری اتفاقاتی در واقع دور این نمایشگاه هست که می‌خوایم در واقع استارتش رو بزنیم و در واقع برگزار کننده هایی داخل این نمایشگاه هستن. می‌خواستم ببینم که نظرتون کلا راجع به این نمایشگاه چی هست و به چه سمت و سوی بره بهتره و آیا قراره که در آینده جدا بشه آیا این نمایشگاه و یک نمایشگاهی مختص صنعت تابلوسازی خواهیم داشت یا خیر؟ بله، خیلی هم عالی. این مبحث نمایشگاه چیزی هستش که در تمام صنوف و رسته‌ها، در تمام صنایع جزء بزرگترین رویدادهای صنفشونه. برای ما هم به همین صورته، اما ما متاسفانه به خاطر اینکه ملجئی نداشتیم، جای خاصی رو نداشتیم، مجبور بودیم در یک نمایشگاهی شرکت کنیم به نام نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته که حالا زنجیره صادرات و این مسائل هم توی سال گذشته بهش اضافه شده. ما در اتحادیه تهران یکی از مواردی که همیشه شعار دادیم این بود که ما باید به یک استقلال برسیم، باید به یک خودباوری برسیم، باید یک کاری کنیم که تابلوساز تو جای خودش باشه، یعنی خودش بتونه خودش رو عرضه بکنه. این نمایشگاه خوبیه، من نمیتونم بگم این نمایشگاه بدیه. این در خوب بودنش، در سابقه دار بودنش که اصلا شکی نیست. من فکر می‌کنم که آقای طاهایی جزء اولین کسایی بودن که توی نمایشگاه شرکت کردن و شاید اون اوایلش هم مورد اتهام و شماتت هم قرار می‌گرفتن. شاید بعضی از دوستان نمیپذیرفتن که ما تابلوساز میره شرکت میکنه، اما الان قرار هستش که ما یک نمایشگاه جداگانه داشته باشیم. از سال آینده انشالله سال 1404 قرار هستش که نمایشگاه تابلوهای تبلیغاتی و رسانه‌های محیطی جدا باشه، یعنی ما هویت خودمون رو داشته باشیم. برای کل تابلوسازهای کشور یک مکانی رو داشته باشیم که خودشون با نام خودشون شرکت کنن، در صنایع وابسته نباشیم. بله. امسال هم خب من دعوت میکنم از همه دوستان که توی نمایشگاه حضور پیدا کنن و به عنوان حالا انشالله سال پایانی در این نمایشگاه بازدید به عمل بیارن از افرادی که حالا عرفه دارن، دستاوردهاشون رو آوردن. امسال هم خب چند تا نگاه می‌کنیم تابلوسازا هم از جاهای مختلف کشور اومدن. بله. و این مسئله حتما اشاره پیدا می‌کنه تا سال آینده انشالله قوی‌تر و بهتر و پربارتر بشه. ان شاءالله که همینطور باشه. ما اتفاقا پارسال هم که می‌خواستیم یک استارتی رو در واقع تو این زمینه بزنیم، خب عزیزانی که توی زمینه بحث تولید کنندگان این صنف هستن و وارد کنندگان این صنف هستن، اگر بتونیم یک اتحادی داشته باشیم که از این به قولی صنایع وابسته‌ای که به ما اومدن متعلق داشتن و در واقع اومدن برای ما قرار دادن خارج بشیم و ما بتونیم صنعت تابلوسازی رو یک صنعت مستقل در واقع داشته باشیم، به نظر من یه مقداری ارزش کار رو بالاتر میبره. خب ما پیش روی خودمون یه همایش 9/9 رو داشتیم که گذروندیم و ان شاءالله بتونیم که از این همایش‌ها در واقع بیش از این داشته باشیم داخل صنعت. خواستم ببینم که خودتون برآوردتون و دستاوردتون از این که خب این همایش برگزار شد و زحمات زیادی برای این در واقع همایش صورت گرفت به چه صورتی هست و به نظرتون برای اینکه ما بتوانیم یک همایش مفید و قوی به نسبت به قبل در واقع داشته باشیم به چه صورت هست؟ خواهش می‌کنم. ببینید همایش 9/9 یک روز خیلی با شکوه و عظیم برای صنف ما بود، یعنی یه قدرت نمایی صنف ما به باقی صنوف بود. توجه می‌کنید ببینید هر صنفی همایش نداره. حالا بینندگان محترمم این رو میدونن که شما در نظر بگیرید سازندگان در و پنجره همایش ندارن، نمیدونم هر چی رو ما بخوایم بگیم شغلی رو بگیم غالبا همایش نه، همایش گرد همایی بزرگ بود. بله. هدف ما از این همایش یه دید و بازدید بود، یک دیداری بود که تابلوسازها با همدیگه داشته باشن. ارتباطات رو در رو و فیس تو فیس یکی از مسائلی هستش که در حوزه جامعه شناسی باعث کاهش تنش‌ها میشه، کلا زوایا رو از بین میبره و کمال همنشین در همدیگه اثر میکنه و میان میبینن همدیگر رو، میان
با همدیگه آشنا میشن، با نوع تکلم همدیگه، ارتباطاتی که دارن با همدیگه میتونه تقویت بشه. حالا من شاید در حوزه خودم دارم صحبت میکنم که ارتباطات هست. بله. این مسئله بزرگترین دستاورده. حالا بار محتوایی هم داشت. ما دیدید که در همایش 9/9 ما یه کارگاه خوشنویسی داشتیم، عاشقان هنر کنار هم جمع شده بودن. یه بخشی رو داشتیم به عنوان گالری آثار اساتید پیشکسوت ما و جدیدها، یعنی فیکس کاری که جناب استاد مهجوری ما در 30 سال پیش انجام داده، جناب آقای رحیمی‌پور ما، آقای علمی ما، آقای نیکدل ما و دوستان دیگری که انجام دادن، آقای عزیز غفوری ما، اینها کارهایی که انجام دادن، آثار هنری و آقای رهبر ما کار جدیدی رو انجام دادن و پارامتریکی رو اونجا ساختن و اونجا گذاشتن که سیر مراحل از کجا به کجا آمده. میز خدمتی که ما داشتیم اونجا، میز خدمت ما 2 وکیل اونجا گذاشته بودیم، یعنی درخواست کرده بودیم، حضور پیدا کرده بودن، اونها بحث حقوقی رو مشاوره میدادن و در رابطه با مسائل بیمه، در رابطه با این موارد مختلف توی این همایش بار محتوایی خیلی عالی داشت که دوستان میتونن استفاده کنن. همایش اونجا قرار نبود که ما بیایم یک کالایی دست کسی بدیم، اونجا قرار بود یک بار معنوی ایجاد کنیم. تابلوسازها بدونن که آقا خانوادهشون خانواده بزرگه، به یک خودباوری برسن و بدونن که آقا بزرگترها چگونه بزرگ شدن. وقتی که ما نگاه میکنیم که افراد چگونه پیشرفت کردن و از کجا آغاز کردن، من مثال زدم برای شما و میدونیم که بسیاری از افراد، حالا نام نبرم، از صفر مطلق آغاز کردن و توی این همایش اومدن و نشان دادن که آقا چگونه از صفر رسیدن به صدر. این مسئله یکی از دستاوردهای ما این بود. حالا فیدبکش هم میتونه برای اسپانسرامون خوب باشه که خدا رو شکر خیلی راضی بودن، همین که برای افرادی که اونجا حضور پیدا کردن. سخنرانی انجمن خوشنویسان ایران رو داشتیم، سخنرانی انجمن طراحان گرافیک رو داشتیم. شما میدونید انجمن طراحان گرافیک که مؤسسش جناب دکتر ممیز بودن، خدا رحمتشون بکنه، برترین و بزرگترین آثار گرافیکی ایران از کجا داره خارج میشه. خب اینها به ما یونیفرم شهری رو توضیح دادن، نمیدونم نوشتار رو توضیح دادن، ساختار خط رو توضیح دادن. اینها هم میتونست بار معنوی حداقلی که از این همایش میشه دستاورد داشت بود. خب بسیار عالی. خب از هر چه بگذریم، سخن به قول ما نئونفلکسی خوشتر است، چون ما در واقع سابقه داخل حالا این حوزه و این صنعت در واقع میشه داخلش گفت که داریم. یه مقداری میشه گفتش که نئونفلکسی داره تبدیل میشه به یک صنعت مجزا از صنعت تابلوسازی، چون یک شغلی شده که در واقع ورودی های این صنعت عرض شود به حضورتون که کسانی هستن که ممکنه از نسل جدید باشن و داخل پیجای اینستاگرام و فضاهای مجازی در واقع دارن بیشتر عضو فعالیتشون هست، داره تبدیل میشه به یک صنعت مستقل احساس میکنم، چون اون یوزر مصرف کننده نهاییش هم فقط غالبا تو خود حوزه تابلو سازی و زمینه‌ای که در واقع بخواد فقط واسه سردر فروشگاه ها باشه نیست و در واقع داره میره جزء مصارف خانگی در واقع به حساب میاد، کارهای اکسسوری که انجام میشه. شما خودتون آینده این صنف و این آینده این صنعتی که در واقع داخلش هستیم، صنعت تابلوسازی که یک کالای مؤثر و مفید که نئونفلکسی باشه داخلش وارد شده رو به چه صورت می‌بینید؟ احساس می‌کنید که نئونفلکسی تا کجا ادامه خواهد داشت و تا کجا قراره که داشته باشیم این کالا؟ بله ببینید، ورود نئونفلکسی توی بازار، کلا فلکسیبل ها، اونهایی که به حالت فلکسی در اومدن تحول ایجاد کردن. من یادمه که از زمانی که تابلوهای دکتری از تابلوهای پلکسی و فیکس خارج شدیم رفتیم توی تابلوهای فلکسی، تابلوهای فلکسی فیس اصطلاحاً، این تحول اولش بود، استارتش بود. اینکه تابلوهای بانک ها، من یادمه که آقای نیکتل یه خاطره تعریف می‌کرد، گفتش که برای بانک کشاورزی ما تابلوهای فلکسی رو که زدیم، ما گفتیم که با سنگ بزنیم به این نمیشکنه، چون قبلش تابلوها به صورت دکتری نصب می‌شد دیگه، تابلوها اصطلاحاً موندن دکتری، تلخ‌های پرسی بود که تو هم یه کشویی جا می‌رفتن. ببین یه زمان اون فلکسی اومد تغییر ایجاد کرد، یک زمان هم اومد به جای شیشه‌های نئون فلکسی ها اومد تغییر ایجاد کرد. یعنی دقیقاً میشه یه کهکشان دیگه‌ای بود، اینجا یه کهکشان دیگه‌ای ایجاد شد، یک استپ، یک مرحله جدیدی توی نئون‌ها ایجاد شد. خب ما وقتی که من یادم نئون می‌خواستیم ببریم یه جا نصب، از شهرریمون می‌خواستیم بریم ورامین نئون نصب کنیم، یه دونه عکاسی حداقل 2-3 تا شکسته داشتیم تا به اونجا بخوایم برسیم، دوباره بعد برمیگشتیم اینا رو گاز بزن تعمیر کن ببر اونجا. خب ما هم شاگرد بودیم، کوچولو بودیم و این روزها رو دیدیم
اما نئوفلکسی الان وقتی وارد شد، خب ما الان توی تابلو هم داریم کار میکنیم، بیرون هم داریم کار میکنیم و دستمون خیلی بازتر شده، خیلی کارها رو میتونیم راحت‌تر انجام بدیم. توی نئون‌های شیشه‌ای یه چیزایی ساخته نمی‌شد، یه جایی دور نمی‌زد، یه جایی نمیچرخید، یه جایی آسیب پذیر بود، تعمیر و نگهداریش خیلی سخت بود، برقش برق خطرناکی بود. خیلی از این موارد بود که نئوفلکسی وارد شد و با یه برق 12 ولت و یک نور متین و لطیف و خیلی زیبا اومد. اصلا میشه گفتش که یه تحول ایجاد کرد، تغییر ایجاد کرد و مثل همون فلکسیه که نقاشی و فیکس کاری رو برد به یک قهقرایی، این نئوفلکسی این کار انجام داد. ببین ارزش اون کم نشده. همین الان کسی که فیکس کاری اگر بلد باشه بتونه انجام بده، یه اوستاکاره، یه استادکار. هر کسی هم همین الان شیشه‌گری رو بتونه انجام بده، بتونه شیشه حرارت بده، خم کنه، توش ساسچمه بچرخونه، پودر بزنه و این مسائل استادکاره. ولی میخوام به شما بگم که این تحول ایجاد شد، نئوفلکسی این کار رو انجام داد و تهش بستگی بازم به سرعت تکنولوژی داره، به ایده پردازی ها داره. شاید اگر نئوفلکسی نبود همچنان شیشه های نئون خیلی پرقدرت بودن و در رابطه با اینکه یه صنعت جداگانه داره میشه، بله مصارفش الان تو دکوراسیون من فکر کنم خیلی بیشتر از تابلو سازیه. خیلی من فکر کنم که الان تو دکوراسیون داخلی نئوفلکسی خیلی خوب داره استفاده میشه با توجه به تنوع رنگی که مخصوصا داره. الان من فکر کنم 13 تا رنگشو من میشناسم. حالا با اگر بیشتر باشه که نمیدونم، ولی 13 تا رنگشو من میشناسم و میدونم که چقدر نورهای عالی داره. خب بخشش توی نئون ها نبود. حالا شاید بگیم مثلا نور 360 درجه نداره، شیشه ها داشتن، ولی این باز هم نور بسیار عالی داره، طول عمر خیلی خوبی داره. یک سری افرادی که جدید میخوان وارد صنعت بشن نیاز به شاگردی کردن خیلی زیاد ندارن. نیاز ندارن که بشینن ماها و سالها برن الکترود زدن و گاز زدن و نمیدونم خلق کردن این چیزا رو بخوام پمپ کردن و یاد بگیرن. ولی در کل نئوفلکسی تحول خیلی خوبی بود. شما هم تاثیرگذار بود. یعنی این اصلا بحث تبلیغ نیست و بحث اینه که واقعا من میدیدم که چگونه شما برای جا انداختن نئوفلکسی زحمت کشید و این قابل تقدیره و شما در این قسمت از تاریخ تابلوسازی اثرگذار بودید. سوپر. خب یه کات داشتیم بابت نوشیدنی. خب دوستان، تو ادامه مسیری که با آقای ابراهیمی در حال گفتگو هستیم میخوایم ببینیم که آقای ابراهیمی عزیز قبل از اینکه وارد صنف تابلوسازی بشن چه حوزه فعالیتی رو داشتن. شاید واسه خیلی از عزیزان جذاب باشه که بدونن قبل از حوزه تابلوسازی من خودم به نظرم ایشون خیلی کتاب و اهل مطالعه بوده که بتونه در واقع این فنون سخنوری که واقعا سخته، من خودم توش واقعا عاجزم، بتونه در واقع به خوبی اجراش بکنه. البته حالا باز با خود ایشون صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم. اتفاقا ببین خب من در زمانی که خیلی کم سن و سال بودم وارد تابلوسازی شدم، یعنی فعالیت زیادی نداشتم، میگم شغل‌های دیگه، اما مثلا شاگردی کرده بودم. خب ما توی محلمون یه بونگا بود که من اونجا شاگردی بونگا می‌کردم، یعنی کاری که نداشتیم چون خیلی سنمون کم بود. بعدش وارد یه به اصطلاح دوستی داشتیم، آقای پریزاده خدا حفظش کنه، استاد ما، دوست صمیمی منه، لوله کشی می‌کردیم. ما لوله کشی آب. خب من سنی نداشتم اون موقع، البته برادر اون موقع من 17 سالم بود که لوله کشی می‌کردیم و خیلی خوب من جنب و جوش داشتم، خیلی اکتیو بودم. بعد ایشون چند تا روستا رو گرفته بودن پیمانکاری که لوله کشی بکنن و یکی از روستاها رو به اصطلاح خب با اون سن کم ما رو اعتماد کرده بودن و داشتیم با هم لوله کشی می‌کردیم و کار انجام می‌دادیم. و اون موقع ما وارد تابلوسازی شدیم. برادر من پیش آقای نیکتر بودن و بنده هم رفتم اونجا خدمتشون، اونجا شاگردی تابلوسازی رو کردیم که بعدش من دیگه خوردم به خدمت سربازی. بعد وارد خدمت سربازی که شدم تا اینجا همچنان کارمون فنی بود، یعنی من تا اواسط خدمت سربازیم هم همچنان داشتم کار فنی رو انجام میدادم. اون موقع یه دونه کارگاه رو ما جداگانه دیگه تابلوسازی رو جداگانه با برادرم به نام تابلوسازی ابراهیم توی شهر ری انجام دادیم و اونجا رو تأسیس کردیم. خب تو زمان تابلوی فلکسی بود و تا اون موقع من خدمتتون عرض کنم که دیپلم ریاضی فیزیک داشتم و بعدش رفتم رشته فنی برای جوشکاری. رفتم بازرسی جوش بگیرم، بعد گفتن که نه شما اول خود جوشکاری رو بگیری بعد بازرسی جوشو. وقتی رفتم جوشکاری رو بگیرم اصلا ما اولم دنبال این بود که بازرسی رو بگیرم. دوست داشتم. خدمتتون عرض کنم که اون موقع مجبورمون کردن که چون پیش نیاز داشت
جوش E3 E6 و E8 رو باید میرفتیم میگرفتیم و SMAW بود که خب استاندارد آلمان بود و ناخواسته ما رفتیم جوش‌های پنترنت هم اینها رو کامل دوره‌هاشو دیدیم و آموزش خب جوش‌های نفوذی کار خیلی سختیه و بعدش رفتیم برای بازرسی جوش که توی اون آزمون هم خدا رو شکر ما قبول شدیم و بازرسی جوش PT، RT و ST رو هم گرفتیم و این مثلا برای ما اتفاق افتاد. همچنان هم ما در حال تابلو سازی بودیم، یعنی من یادم که اولین مغازه تابلو سازی که من راه اندازی کرده بودم مغازه انقدر کوچیک بود که شاخه‌های 6 متری آهن توش جا نمی‌شد، یعنی ما تیم ملک دیگه باید می‌ذاشتیم که بعدش ما رفتیم دستگاه‌های خم خریدیم، گیوتین خریدیم. خب اون موقع فلکسی کارا میدونم ما خیلی سنمون کم بود، من اون موقع خب سن با برادرم این کار رو انجام جوش نقطه خریدیم، ورقایی که بلند بود و باید ما جوش نقطه می‌زدیم توی روزنامه همشهری آگهی میدادیم. اینا چه متریالی اون موقع کار می‌کردید؟ تابلو فلکسی، ما فقط تابلو فلکسی کار می‌کردیم. ما حجم کارمون خیلی سپری و فلان و دقیقاً. ببین ما به درجه از عرفان رسیده بودیم که توی روزنامه همشهری ما آگهی می‌کردیم تابلو فلکسی 48 ساعته، یعنی 48 ساعت بعد ما تابلو فلکسی تحویل میدادیم. خودتون هم دستگاه بنر و اینا رو داشتید؟ نه، چاپو نداشتیم. ما فریم و قاب و همه چی رو داشتیم، یعنی دستگاه خم، گیوتین و جوش نقطه رو داشتیم، کمپرسور رنگ رو داشتیم و یه قسمتی از مغازه رو ما انبار مهتابی بود، یعنی ما ترانس و مهتابی البرز، حالا دوستان میدونن اسرامایی که سیم میرفت داخل دیگه در نمیومد، بعدش دیگه ترانسایی بود که بالاست بود و اینها الکترونیکی اومد، یه خود کارمون رو راحت کرد. ما همیشه مثلا سیمی‌های آماده داشتیم تو سایز 150 130 سایزایی که به اصطلاح پر مصرف بود، ما آماده داشتیم همیشه و توی ظرف 48 ساعت ما فریم تحویل به همکار. مثلا همه 92 همه سیمی‌ها خام خورده بود، تو 130 100 به اصطلاح 150 اینا همش آماده بود. نردبونی اون آماده ها رو قدیمی کارا تابلو سازا میدونن که فلکسی شما می‌خواستی بسازی، ما نردبونی باید می‌ساختیم، اول بالا پایینو می‌ساختیم، بعد دستکشو می‌زدیم و بعد سپریاشو به اصطلاح داخلش می‌انداختیم. اینا رو ما توی تابلو فلکسی واقعا خیلی خوب کار می‌کردیم، سرعتمون خیلی بالا بود، بعد خم و اینا هم دستی بود همش، یعنی ما یه ورزشگاه خیلی خوبی داریم اونجا، یه باشگاه خیلی خوبی داشتیم، هر سینی باید 4 طرفش خم می‌خورد، لبه‌ها میرفت داخل. روزهای خیلی خوبی بود، روزهای خیلی پربرکتی بود، یعنی به جرئت میتونم بگم اگر ما سرمایه‌ای تو زندگیمون جمع کردیم برای اون زمان بود. بعد از اون یه خورده انگار برکت مثلا از تابلوسازی ما خارج شد. هر سال داره این برکت کمتر میشه. آره واقعا داره هر سال سخت‌تر میشه. خب آقای ابراهیمی عزیز، یه خاطره جالب داخل صنف تابلوسازی، حالا چه تو حوزه اتحادیه که بودی چه در حوزه تابلوسازیتون که فعالیت می‌کردی، یه خاطره اگه بتونید واسه ما تعریف کنید که من یادمه که خانواده‌ام برای من قرار گذاشته بودن که ما بریم خواستگاری برای من و من خب خیلی مخالف بودم با ازدواج، اصلا گفتم موقعیتش نیست و من الان دارم کار انجام میدم، تکاپو دارم میکنم، یه خورده خب وضع اوضاع بهتر شد میریم. خب اون موقع بد نبود، یعنی به قدری بود که بتونم ازدواج کنم، ولی موافق نبودم من خودم با این قضیه، گفتم که الان زوده. یک روز برادر من قرار گذاشته بود، همسر من دختر خالمه، دختر خاله‌ای که همدیگه رو ندیده بودیم، هیچ ارتباطی نبود. واقعا؟ آره واقعا به خدا خیلی جالبه. یه دختر خاله به اصطلاح حقیقی نبودن، دختر خاله بودن که البته که خب یک کات خب بریم خدمتتون عرض کنم که ما قرار بود که دیوار به دیوار بیمارستان بقیت الله یه تابلو نصب کنیم. برادر منم همون روز قرار گذاشته بود با خالم اینا که همه اومده بودن خونه ما. به من مادرم گفتش که صبح نرو سر کار که آماده بشی و دیگه بری آرایشگاه و استرو کنی این مسائل رو، شب بخوام بریم خواستگاری. گفتم خب من که نمیام، من باید بیام که من نمیام. یه آسیدی پیش ما بود، خدا حفظش کنه هر جا هست. ایشون 10 سال از من بزرگتر بود ولی من ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم. ایشون اصلا انگار نگو نیروی ما بود، انگار برادر ما بودن. با سید گفتم که سید بریم. گفت مصطفی اینجا شاه عبدالعظیمه، هوا خوبه، بالا داره برف میاد، زمستونم بود، هوا سرد، دقیقاً یه اختلاف دمایی بین شاه عبدالعظیم و مثلا ونک هست، همیشه مثلا 7 8 درجه اختلاف در حالت عادی. ما ابرا رو می‌دیدیم از پایین شهر بالای شهر، ابرا رو می‌دیدیم. گفتیم که آقا سید، گفتم تیر از آسمون بیاد بعد بریم، من بمونم باید برم خواستگاری، یعنی بمونم اینجا باید برم. بلندش رو بریم. ما بلند شدیم و با سید وانت رو بار زدیم، وسیله رو تابلو رو انداختیم بالا، دقیقاً همون پیش بینی که می‌کردیم. رفتیم بالا از تونل توحید که اومدیم بیرون، دیدیم که اونجا هوا داره بدتر میشه و رفتیم داخل
به اصطلاح خیابون ملا صدرا رسیدیم اونجا برف اومد، برف می اومد، دونه‌ای از برف می اومد و این بنده خودم سید گفتش که مثلا نمیتونیم کار کنیم، واقعا هم خطرناک برق میگیره و این مسائل. ما نشستیم اونجا، گفتم سید من برم خونه بعد برم خواستگاری، این تابلو رو بعد بزنی بشین تابلوی برای ما این مثلا هر چی نشستیم برف کم نشد که زیادتر هم شد تا اینکه این سرما به جنوب شهرم رسید و خدا می‌خواست. آره دقیقاً اتفاق افتاد. ما هم برگشتیم دیگه، هر جوری سید گفت مصطفی تو بشینی بشین من میرم. بعد ما برگشتیم رفتیم کارگاه وسیله رو خالی که اون بنده خودم دید، گفتیم آقا تا وضعیت هوا خوب نشه نمیشه که ما اون شب رفتیم خواستگاری و الان هم فرین خانم رو داریم 3 سالشه. خب بسیار عالی. من فکر کردم شاید بعدش نشده، من مثل این شده. نه واقعا این خاطره خیلی خوبی بود. یه بارم من یادمه اون اوایلی که جدا شده بودیم از آقای نیکتل و کار خودمون رو می‌زدیم، خب رسم بر این بود، حالا تابلوسازا میدونن توی تهران روزنامه همشهری آگهی میدادن، هنوزم آگهیاشو داریم، اگر بتونم من عکسشو برای شما میفرستم که شما داخل این پادکست قرار بدید، چون آگهیاش هنوز ما داریم، برگه‌های ثبت آگهی. خدمتتون عرض کنم که ما یه بار رفتیم، خب منم کم سن سال بودم، داداش بزرگم آقا مجید اینجا خیلی ما 2 تا وانت گرفته بودیم، بعد 4 تا چهارپای تجهیزاتمون فول کامل، یعنی شما آقای نیکتل رو ببین چی تحویل میده دیگه، اینجوری همه فول داریم، 2 تا ماشین پر ابزار. ما به مشتری نمیگفتیم پیشگوشتی به ما بده، هیچ چی نمیگفتیم، ما 150 متر سیم سیار میبردیم با خودمون، همه چی میبردیم دیگه. شما از گردبر 3 در نظر تا 25 میبردیم، انواع رول بولت رو میبردیم، انواع دلر رو میبردیم، دلر پیچ بند و دلر دیوار و دلر هیلتی، همه چی میبردیم با خودمون. ما غرور جوونی اونجا رفتیم برای توی خیابون ستارخان یه تابلو بزنیم برای مرکز وکلا بود، یه دفتر وکالت بود. بعد تو طبقه دوم بود و من قابو متر کردم، اومدیم بنده رو متر کنیم و مجید گفت چقدر؟ گفتم 13 سانت بزرگه. گفت مطمئنی؟ گفتم که آره 13 سانت چاپ بزرگه، یعنی خدا نصیب هیچ کس نکنه اینو. مجید دوباره پرسید گفت مصطفی مطمئنی؟ گفتم که آره بابا دیگه متر زدم دیگه. آقا ما این متر رو زدیم و بریدیم و نوار کلیپس کردیم، از پنجره باید میومدیم بیرون، یه نفر از اون و یه نفر از این طرف، 2 تا پنجره بود که انگار از این اتاق این اتاق. رفتیم از اون من مجید کشید، دیدم برای من کوتاه اومد، من کشیدم برای مجید کوتاه اومد. اون 3 سانت به اصطلاح اختلاف داشت، ولی من 13 سانت اشتباه زده بودم اینو و نمیتونستیم کاری کنیم، یعنی واقعا نمیتونستیم. با یه مکافاتی اون شب چسب پیدا کردیم و دوباره ولدش کردیم و یه جوری که مثلا درز نده و چسبای به اصطلاح استاری بود که خیلی سخت بود. اینم یکی از خاطراتی بود که مجید از اون موقع تا الان شاید به جرئت بتونم بگم 15 سال بیشتر داره میگذره، هنوز که هنوزه به من میگه مطمئنی؟ بعد میام آره میگه 13 سال بزرگه، یعنی هنوز که هنوز بین من و داداشم 13 سانته هنوز هستش. من حالا اینی که داشتید میگفتید روی داربست و این جریانات، من یه خاطره از خودم تو ذهنم اومد. من پای چپم تا الان فکر میکنم 6 بار یا 7 بار به مدل‌های مختلف شکسته یا تاندومش پاره شده، اتفاقات مختلفی واسش افتاده. کلا پای راست ما همیشه فارغ بوده، اصلا کلا راحت واسه خودش داشته زندگیشو می‌کرد. من یه مرتبهش خیلی جالب بود، روی داربست وایساده بودیم، بعد یه لوله‌ای پشت من بود که خب این چیزشو صفر نبسته بود این داربستکار. از طبقه دوم من یه نفر صدام کرد، فقط من میخواستم دستمو بگیرم به این لوله پشتیه که کلا من رفتم به سمت پایین، یعنی من داشتم از پشت چیز میشدم، یه نفری صدام کرد بهم گفتش که سینا. خب من نمیدونم یه هوش هیجانی داریم بعضی وقت آدم چیز میشه، یه دفعه من دستم گرفتم رو لوله، همینجوری طبقه به طبقه داشتم سقوط میکردم به سمت پایین. بعد آخرش که اومدم به سمت پای چپم چیز شد که خب اون پایین زانوم شکست، ولی من اگر به پشت میافتادم کلا همونجا درجا تموم کرده بودم. خیلی جالب بود. من چندین سری از رو داربست افتاده بودم و من بعدش پرسیدم، گفتم کی بود، کدوم آدم خدا بیامرزی منو صدا کرد اون بالا، گفتش سینا، که من مثلا یه دفعه اومدم این داربست رو گرفتم، گفتش که کسی نبود، اصلا اونجا کسی نبود، انگار نمیدونم یه چیزی اومده بود داره، مثلا گفتش که آقا سینا، مثلا یه آنی من زورش کمتر شد دیگه. چی؟ این داسای بزرگ یه نقاب سیاه آره احتمالا. و واقعا متاسفانه بعضی وقتا آدم میبینی که سری دوستان و عزیزان میان با یه سری نرخ شکنی ها و قیمت های
چون ببینید الان یه چیز ساده است دیگه. ما همینجا الان یه دونه کولر ساده رو یه دوستی بزرگواری بخواد بیاد سرویس بکنه، حداقل 2-3 میلیون میگیره بابت سرویس سادهش دیگه. حالا شما میخوای بری یه تابلویی رو به اون عظمت و هم کار هنر داری، هم صنعت، هم همه چیز توشه، همه چیز درگیره توی دونه تابلو تا بخواد بره نصب بشه. و اینکه بخوای اجرت کارت رو بیاری پایین، خب بس ظلم به خودت. ببینید شما در نظر بگیرید ما دوستی رو توی شیراز داشتیم که ایشون برق گرفتش. بله. ببینید خدا حفظش کنه، زنده است. آقای مهدی رو داشتیم داخل کاشان، از دنیا رفت، برق گرفت از دنیا رفت. دوستی رو داشتیم توی رشت، برادر آقای فروغی ما از ارتفاع سقوط کرد، از دنیا رفت. ببین ما غالبا اولین خطامون آخرین خطامونه، یعنی اولین اشتباهمون آخرین اشتباهمونه و امیدوارم که این اتفاق نیفته برای تابلو سازی. ولی اگر ما با این خطرات آشنا بشیم و بدونیم که جونمون کف دستمونه، ما توی میدون ونک اجرا رفتیم تابلو نصب کنیم برای ساختمان ماهان. انقدر ارتفاع زیاد بود که نمی‌صرفید در پایین داربست بره تابلو، از بالا زدن. بله، زیر ما هیچ نبود. ببین در نظر بگیرید ما جون پول خونمون رو داریم میگیریم. چرا ارزون بگیریم؟ الان توی کشورهای دیگه شما نگاه بکنید، طرف وقتی کاری یدی داره میکنه، خب اونو غالبا به آخرت که اعتقادی ندارن، به زندگی ثانویه اعتقادی ندارن. اونا میگن آقا ما یک بار به دنیا میایم و یک بار هم میمیریم. بعد حالا کسی که از این یک بار به دنیا آمدنش داره مایه میذاره برای امرار معاش، باید پول خوبی بگیره، باید درآمد خوبی داشته باشه. حالا مایی که به قول شما، حالا تو مصاحبه‌ای هم که با رادیو اقتصاد داشتم گفتم تابلو باید جغرافیا بدونه، باید نقاشی بدونه، رنگ شناسی بدونه، یه جهت وضعش باید بدونه، نمیدونم باید علم بالاخره خودش محاسبات دیگه، جوشکاری باید بدونه، الکترونیک باید بدونه، تمام اینها خودشو فرم باید بدونه. همه اینا برای خودشون یه استقلالی دارن، هر کدومشون یه مکانیزمی برای خودشون دارن و این موضوع نرخ شکنی یا ارزان کار کردنه فقط جیب مشتری رو پرپول میکنه. بله. آدم زانوش فرسوده میشه، دیسک کمر میگیره، چشمش آسیب میبینه، دستش میبره، هم یعنی حالا شاید توی دوربین خوب معلوم نباشه. همه اینا آثار ورقه. اینجا رو ببینید، این هزار پانیمونه، میبینید همه اینا آثار کاره. دست یه دونه ورق که میبره دستو، من یادم یه بار یه جا رفتیم تابلو نصب کنیم، حالا خیلی هم خاطرات زیاد شد. این طرف تابلو فلکسی رو من گرفته بودم، اون طرفو بچه‌ها داشتن جوشکاری می‌کردن. تابلو فلکسی ما ری رو سینی و جا نمی‌زدیم، اول اسکلت رو نصب می‌کردیم، بعد این با ری تو دست من، قوطی 25 نوشتم با ری تو دست من بود، یه تکون خورد تو دست من. ببین یه تکون کوچولو خورد، شاید 1 سانتی جابجا شد، ولی این 4 تا انگشت من از داخل به 2 تا لبه ری بریده بود. بعد نمیتونستم ولش کنم، اینجوری خون از زیر دست من میچکید. ببین چیکار میتونستیم، خود چقدر من میگیرم از این بابت این؟ بله. میدونید من چرا باید برم ارزان کار کنم برای اون شخص که اون داره کاسبیشو میکنه، من باید تو اون ارتفاع، تو سرما زیر باد و بارونیم، تو گرما زیر آفتابیم. بله. بازم اگه ببینیم کابینت سازا همه جوره زیر سقف من. بله دقیقاً. یا نمیدونم کولر سازا فلان یا سقف کاذبیا، گچکارا، بناها، اینا همشون یه جای استراحت دارن، ولی ما چی؟ ما همیشه به اصطلاح بیرونیم، یعنی همیشه داریم بیرون کار انجام میدیم و نباید وضع اینجوری باشه که نقشه کنی انجام بشه. بله دقیقاً همینطور. یه موضوع خیلی جذابی که دوستان ما رفته بودن داخل پیج شما دیده بودن، داستان ترقوزآباد بود. بله. من خودم خوب نفهمیدم جریانش چیه. حالا ان شاءالله که بتونید شما حالا. ترقوزآباد زادگاه منه. خب من در حقیقت بیمارستان فیروزآبادی شهری به دنیا آمدم. ترقوزآباد یک نمادیه که شاید خیلی اگر می‌خواستن یه نفر رو به یک جای پرتی ارجاع بدن میگفتن ترقوزآباد. حالا کلمات دیگه‌ای هم شاید دقوزآباد و این چیزا هم میگفتن. ولی ترقوزآباد از این اومده؟ حالا مثلا میگم حالا بالاخره شاید این بوده. ولی یک نماده برای من که میتونه یک روستا توی صحن علنی سازمان ملل متحد توی امریکا اسمش برده بشه. یعنی من اینجوری تفسیرش میکنم، خب من تو مدتی توی اونجا خب به دنیا آمدم و زندگی کردم، ولی کی فکرشو میکرد که یک نفر اینو بیاد توی صحن علنی سازمان ملل اسمشو بیاره؟ چی بوده داستانه؟ سایت اتمی که اونجا به اصطلاح آقای نتانیاهو لعنت الله علیه این قصه شاید چالش شد.
ایشون اومدن گفتن که اینجا یک سایت اتمیه، یک مقر پایگاه اتمیه برای ایران، که خب حقیقتا هم فکر کنم که اینطور نبوده ها، چون که ما اونجا کارگاه ما خیابون روبروی اون به اصطلاح جایی بود که ایشون اعلام کرده بودن و ما از خالی بودن اونجا آگاه بودیم. حالا شاید اومدن آلوده کرد، شاید چیزایی بوده که ما هم که در نزدیکی بودیم آگاهی نداشتیم. اینها رو ما نمیدونیم، صحت و ثقبش رو نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی ما ندیدیم. یعنی من مصطفی ابراهیمی که روبروی خیابون ماهر یا هم خیابون مهر که کارگاه ما بود، این طرفش این مقری بود که روستای ترقوزآباد اعلام کرد به عنوان سایت اتمی مخفی و نتانیاهو اعلام کرد، توی عکسش هم اونجا گذاشت و بعدش آره یادم. آره بعدش هم اینجا اومدن گفتن که آقا اینجا سایت اتمیه که ما کشف کردیم و این موارد، که در صورتی که خب اونجا اطلاعاتی ما داشتیم خالی بود. اما میگم ترقوزآباد یک نماده برای من، یک چیزی هستش که اگر شما در یک روستایی باشید، در جنوبی ترین نقطه تهران هم باشید، احتمال داره شما به صدر خبرهای یک دنیا بخواید برید راه پیدا کنید. این هم میتونه باشه. بله یا حالا کسی که اونجا به دنیا آمده میتونه بره. خب ما اونجا آدمای بزرگی رو هم داشتیم که تو جمع بزرگان قرار گرفتن و ترقوزآباد میگم برای من نماد خاطرات کودکی منه. خب پس بسیار عالی. حالا من داخل شهرستان خودمون به دنیا نیومدم، منتها ما یک شهرستانی داریم به نام گیوی در خلخال اردبیل. بله رفتم. آره اونجا یه داش‌هامامی داره، نمیدونم بشناسید یا نه، همون سنگی اصطلاحاً معروفه. یه مدتی توی یه سری از خبرگزاری‌های ژاپنی معروف شد، چون یه چند تا کارشناس از ژاپن اومده بودن، کسایی که حالا نمیدونم کارهای آب و اقیانوس شناسی و این رشته‌های خاص هست اینا رو انجام میدن، اومده بودم و این داش‌هامامی اصطلاح ما یا همون سنگی دقیقاً این داش‌هامامی که ما میگیم یه هول و هوش 50 60 تا پله است. میری اول توی کف یه دره‌ای، از اون کف دره 50 60 تا پله سنگی که میری پایین. تازه اونجا مثلا این محوطه‌ای که در واقع محیطی هستش که اون آبش خیلی معروفه و میگن بسیاری نمیدونم خواص داره و فلان داره و اینا. یه مدتی دقیقاً اونجا معروف شده بود. ما یه سری گروه‌هایی رو داشتیم شهر خودمون که همه اینا رو شات می‌زدن، رفته بود از اونجا گرفته بودن و خیلی جالب بود. من مثلا گفتم که آقا این با این کلماتی که نوشته تو کجا متوجه میشی که این الان مثلا چیز خوبی گفته یا نه؟ مهم اینجاست که میگفتش عکسی مثلا شهرستان ما رو گرفته گذاشته، حالا دیگه چی گفته توی اون خبرگزاری با اون خط عجب ژاپنی دیگه معلوم نیست، ولی خب امیدواریم چیز خوبی گذاشته. ترقوزآباد دو تا تفسیر داره که اصلا چرا اسمش این شده. یه دونه این که خب قدمت خیلی زیادی داره، ترقوزآباد قدمتش خیلی بالاست. یه دونه این بوده که توی اونجا پنبه خیلی کشت می‌کردن. میگم شاید خب اون موقعی که ما اونجا زندگی می‌کردیم، من کودک که بودم شاید اواخرش رو دیده بودم که مثلا پنبه کشت می‌کردن. پنبه ها وقتی که میرسیدن، وقتی که موقع کشتشون میشد به بار میرسیدن، پنبه ها باز که میشدن توی یک قالب بودن بهش میگفتن قوز. این وقتی که از بالا به مثلا این منطقه نگاه می‌کردید، انگار یک توری از قوزهای پنبه اونجا به اصطلاح پهن شده. یه تفسیر اینه که حالا قدیمیای اونجا میگن و یه تفسیر دیگه هم داره که یک پادشاهی از اونجا عبور میکرده، یک شاهزاده‌ای از اونجا عبور میکرده. اینجا یک خانواده ترک‌نشینی بودن که یه دختری داشتن به نام توران. تورقز بوده. تورانقز بوده. توران. آره تورانقز بوده. این توران رو خدمتتون عرض کنم که ایشون خواستگاری میکنه و میگه باید اینجا رو شما 7 پارچه آبادی بهش بدید، که حالا این تفاسیری هستش که ما اونم بازم نمیتونیم تایید کنیم یا رد کنیم. و اونجا 7 پارچه آبادی بوده که اینها رو میدن به تورانقز که اونجا میشد تورانقز آباد، که بعد در به اصطلاح سیر مراحل تاریخی که اتفاق افتاده رسیده به ترقوزآباد. به این صورت شده. من روستای خیلی قدیمیه، توی اونجا اکتشافات خیلی زیادی اتفاق افتاده. قلعه پروان رو شما اگر سرچ کنید توی گوگل میبینید که اونجا منابع تاریخی بوده و یه سری اکتشافات عتیقه‌جات خیلی فوق‌العاده عجیب غریب اونجا یافت شد. قدمتش خیلی زیاده. خب بسیار عالی. خب آقای ابراهیمی عزیز، یه سری فعالیتایی که شما داخل صنعت تابلوسازی دارید و بهتر بگیم کم لطفیایی که ممکنه بعضی از دوستان داشته باشن، راجع به اینم یک گپ و گفتی داشته باشیم. خواهش می‌کنم. ببینید همیشه بوده
و همه جا بوده و در همه رسته ها و صنایع و خدمات و همه جا بوده، اصلا انکار ناپذیر، از سیاست بگی تا فرهنگ تا هنر همه جا موافق بوده، مخالف بوده. منتها این بستگی داره به نوع درک اون فردی که داره ما رو میبینه، اینکه چه چیزی رو ببینه. من یکی از اساتید ما میگفتش که یه برگی رو گذاشتن جلوی یه نفر، گفتن این چیه؟ گفت برگه. دوباره گفت این چیه؟ گفت این برگه. بعد گفتش که نه این چیه؟ گفت سبزه. ببین تفاوت در دیدگاه میدونید چقدر میتونه تاثیر بذاره. ما فعالیتایی که داریم میکنیم برای عشقمونه، برای شغلمونه، وگرنه ما خیلی کارها رو میتونیم اگه برای شخصمون باشه خب کار شخصی میکنیم دیگه. یعنی ما میتونیم خیلی راحت هممون بریم کسب و کارمون رو داریم، مغازه‌مون رو داریم، نیرومون رو داریم، تشکیلاتمون رو کارمون رو میکنیم، کم یا زیاد میریم ارتزاق میکنیم. اما اینکه خب برخی از افراد میان حواشی ایجاد میکنن، قطعاً ابتدای امر اون ذات و سرشت خودشون رو میان عیان میکنن. یعنی خیلی قشنگ و زیبا میگن من کیم، یعنی خود اون شخص گوینده میاد میگه من دیدگاهم چیه، من چه آدمی هستم، من سرشتم چیه، دارم به زشتی ها نگاه میکنم، به پلیدی ها نگاه میکنم، به پلیدی به اصطلاح مینگرم یا نه دارم زیبایی ها رو میبینم. آقا بلند و کوتاه ها رو دارم کدوما رو بیشتر میبینم، نیمه پره رو میبینم نیمه خالیه رو. توی یک عملکرد، توی یک رویداد من چی رو میبینم؟ تجمع رو میبینم یا اون یه دونه لیوان شکسته رو میبینم؟ من دارم اون اطلاعاتی که داره بار مثبت به ما تزریق میکنه رو میبینم یا به اصطلاح اینکه جای منو تنگ کرده رو دارم، کدومو دارم میبینم؟ همه اینا به خودمون بستگی داره. و اینکه ما یک سری فعالیتایی رو داریم که به جرئت میتونیم بگیم که خودجوشه، یعنی اصلا هیچ گونه انتفاع مالی برای ما نداره، بهره وری مالی نداره. اینها چیزایی هستن که اون عشق داره ما رو تهییج میکنه که بریم انجام بدیم. اما برخی از افراد رو نگاه میکنیم حالت طلبکارانه به این مسئله نگاه میکنن. ببین تا الان نبوده ها، وقتی که ما اومدیم اجرا کردیم، اومدیم با ارق، با عشق، با اون تعصب که به سمت انجام دادیم، طرف اومده حالت اینو اصلا به ما مبلغی داده، بعد از ما طلب داره. یعنی ما میگیم اگر توان انتقاد رو نداریم، توان سکوت رو که داریم. میدونید که نقد با انتقاد خیلی تفاوت داره. نقد در راه ارتقاء، نقد در راه مصلحت، اینی که به کارگیری بشه از مطالبی که حالا استفاده نشده. اما انتقاد حالت تهاجم داره، حالت تخریب داره. در هر دوی اینها اگر یک خیرخواهی باشه جفتشون هم زیبنده است. ولی تخریبه خب چیز خوبی نیست. این که میگن اگه دست آدمو نگیری پامونو نگیر. میگن آقا قانون بد بهتر از بی قانونیه. ما اگر یه کاری داریم انجام میدیم تا الان که نبوده، اگرم بدم هست دیکته ننوشتم که غلط نداره، بذار بنویسیم، شما بیا نقد کن، انتقاد کن. ولی تخریب کردن چیز خوبی نیست. ما نقد منصفانه رو میپذیریم، همیشه هم دست ادب و سینه گذاشتیم، تا کمر خم شدیم و گفتیم که آقا ما خادمیم، ما برای خدمت اومدیم، ما برای وصل اینجاییم. ببین ما اومدیم که یه کاری انجام بدیم. ولی حواشی تخریبی رو نمیشه پذیرفت. ولی انتقاد رو هر کسی انجام میده، روی چشم ما جا داره و ما میپذیریم. همیشه ما بابت این مسئله گوش شنوا داشتیم، یعنی به جان خریدیم انتقاد رو و تلاش کردیم در مرتبه بعدی اگر این نقد واقعا وارد بوده اصلاح بشه، اگر کمی بوده اضافه بشه، اگر چیزی اضافه‌ای بوده حذف بشه. مثلا من تو بدترین حالتش رو میتونم خیلی رو راست بگم. راحت. مثلا شما در نظر بگیرید که برای اتحادیه بسیار هم ذینفع باشه. یک سوال آقا خیلی منطقی دیگه، نه هماهنگی شد نه چیزی. شما فکر کنید که آقای ابراهیمی بودن و آقای ابراهیمی نبودن. آقا یه دو تا چهار تای ساده است دیگه، میگن که به قطار ایستاده کسی سنگ نمیزنن. وقتی شما یک اقدامی میکنی باید پاسپورت بگیری که اصلاح کنی. اگر اقدامی صورت نگیرد خب فیدبکی هم نمیبینی که بخوای اصلاح بکنی. خب اگر خب کسی شهامت داره، چون من خودم توی رسته حالا قسمت خودمون ما این روند رو داشتیم، ما هر کاری که کردیم یکی اومد یه سنگی انداخت بعدش اومد همون کارو کرد. یعنی اینو من خیلی خودم دیدم و آدم واقعا میمونه که باید چی بگه. میگه که آقا تو اگر
اون بودی پس چرا این کردی؟ یعنی اگر نه اینی که داری الان انجام میدی خب اصلا با حرف قبلی کلا ضد و نقیضه. همین همچین چیزی اصلا شما تصور بفرمایید که آقای ابراهیمی الان یه سری فعالیت‌ها رو انجام نمیدادن، خب چه کسی بود که می‌خواستش یه سری فعالیت‌ها رو انجام بدهد؟ یعنی همین اصلا همین همایش اصلا شما در نظر بگیرید 10% همین همایش خب شما در نظر برای کسانی که بسیار منفی نسبت به این قضیه نگاه می‌کنن 10% بخواد مثبت باشه باز هم همون 10%. شما چرا از این یعنی نقطه مثبت داشته؟ شما تمام صنایع دیگه رو بخواید در نظر بگیرید کدومشون به قول شما اون اوایل صحبتتون فرمودید آقا کدومی که از این صنعت‌های دیگه همچین فعالیت‌هایی رو انجام دادن؟ خیلی‌ها بودن که خب اومدن و در واقع اتحادیه‌شون اصلا شما در نظر بگیرید که بسیار هم داخل اتحادیه بریز و بپاش وجود داره توی صنعت‌های مختلف، باز هم همون هم انجامش ندادن. بله همینطور ما همیشه تو مزان این اتهامات بودیم. بله. اما این عشق ما رو تحریک کرده که این کار رو انجام بدیم و پا پس نکشیم و عقب ننشینیم. شما بارها دیدید که دچار یک سری هجمه‌ها شدیم، اهانت‌ها شده، تمسخرها شده، تحریم‌ها شده، همه این مسائل رو با ما کردن، هم شکایت کردن از ما. باورت میشه این قسمت رو حتما توی پادکست رو پخش کنید. فردی می اومد دوستان زیر پستای ما می نوشت که ابراهیمی تو چقدر تیپت ضایع است، برو کروات تا درست کن. با لهجه تایپ می‌کرد، با لهجه خودش تایپ می‌کرد، برو کروات تا درست کن. درست شد. نمیدونم اون کمربند تو فلان کن. 1 سال زیر پستای من نوشتین رو. نمیدونم کدومتون دیدید. ما هیچی نگفتیم. این در انظار می‌نوشت، توی پیج 11000 نفره می‌نوشت. خب من رفتم توی دایرکتش آقای فلانی چیزی شده، جای شما رو آزردم، جایی ناراحتتون کردم، اگر دل شما رو شکستم، من که شما نمی‌شناسم، اگه کاری کردم به من بگید جواب نمیدم. دوباره زنگ پیامک دادم بهش در دایرکت اینستاگرام که دوست گرامی چیزی شده، پیاماتون رو من پاک نکردم، دایرکتتون هم هنوز هست، اگر اتفاقی افتاده به من بگید. هیچی نمیگفت، یعنی هیچ حرفی نمیزد. دائما من اینو میگفتم، شماره موبایلمو گذاشتم، گفتم این موبایل منه، به من زنگ بزن گفتگو کنیم، حتما حل میشه. من نمیدونم اگه جای خطایی کردم. این خشم طبیعی نیست، این حجم از پیام‌های شما طبیعی نیست، حتما یه جایی یه استکاکی ایجاد شده. باز هم پاسخ نمیداد. زنگ زدم به تابلوسازای اون شهر، گفتم آقای فلانی شما فلانی رو میشناسی؟ بعد گفتن که آره ما میشه. چطور؟ گفتم چجوریه؟ میگه یه آدم حسود تنگ نظر فلان. گفتم شاید با اون دشمنی داره. زنگ زدم به یه تابلوساز دیگه، آقای فلانی شما فلانی میشناسید؟ بله آقای ابراهیمی. چطور؟ میگم چه جور آدمیه؟ میگه هیچی، داره تابلو میزنه. ما اگه تو خیابونی که داره تابلو میزنه رد چیم، بعد از اون در مغازمونه، تو چرا ما تو خیابونی که من تابلو میزنم رد شدی؟ ببین یه مکافاتی یا یه مسئله. رفتم دوباره دایرکتش، میگم دوست گرامی اگر چیزی هست بگو به من، با هم صحبت کنیم. و دوباره پاسخ نده. گفتم حالا جواب نمیدی جواب نده، ولی من جوابم از همکارات گرفتم. همکارات گفتن شما آدم تنگ نظری هستید، آدمی هستید که چشم دیدن همکار رو ندارید. این مقدار پیام هایی که من در فواصل مختلف فرستادم با مودت، با دوستی، با لطافت، هیچ کدومو ندیده. همون قسمتی که من صحبت تابلوسازای شهر خودش رو، همکارای شهر خودش رو بهش گفتم، رفته کیفری از من شکایت کرده. 2 بار من رفتم اون شهر اومدم. باورت میشه؟ ضامن بردم. الان با کفالت، الان که دارم با شما صحبت میکنم، امروز 17 آذر با کفالت الان من شعبه 10 دادیاری اون شعبه الان من آزادم. باورتون میشه؟ خدا شاید اینو اگه میخواید من بذارم ببینید شما. ببینید این مسائل رو اگه شما فکر کنید تابلوها نه اینقدر فحاشی، اینقدر کلمات اینا. بابا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، بعد دادیار، من به دادیار رفتم، یا دادیار شما ما نفت رو داریم به زور میفروشیم به ملت با تخفیف به چین و فلان، بهش کالا میاریم که حقوق شما در بیاد، بعد بشینی اینجا به این بپردازی که کی به کی گفته حسود. دادیار میگه من اینو میشناسم، اونم حالا فلان بوده، برادرشون حالا سمتی توی دستگاه دارن، بعد اینقدر بند نمیشه واسه من، بند فلان 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 طبق عقاید نمیدونم صریح متهم فلان بیسا درخواست تعزیر و حبس و فلان کرده، کیفرخواست برای من صادر کرده. من حاضرم براتون بذارم، اگه حالا هر دوستی خواست به من بگه من براش اون نامو خط می‌زنم و میفرستم. ببین اینقدر ما مکافات مشقت داریم، دایرکتمون رو برید نگاه کنید. والا ما الان یه سری چک و سافته داریم که هنوز پول نمیشه. وکیل گرفته. باورت میشه؟ وکیل گرفته، یعنی به خاطر اینکه خودش اهانت کرده، خودش آغاز کرده، خودش در دایرکت ها گفته و من رفتم، خودش در به اصطلاح کامنت ها گفته، من در دایرکت گفتم، رفته شکایت کرده.
شما در نظر بگیر که ما در یه سری مواقع اینا رو داریم ولی از اون طرف هم ما کم لطف و محبت ندیدیم از تابلوسازا. ما به قول بزرگان مشغول دوست داشتن دوستانمان هستیم، مشغول این نیستیم که با اونها بریم درگیر بشیم و این مسائل. بعد از 1 سال من به ایشون پاسخ دادم، یعنی همچنان هم ایشون رو بلاک نکرده بودم و بعد دیدم که اینجوری مجبور شدیم که ما 1 نفر ما توی تابلوها بلاک نداریم به غیر از این آقا. برید نگاه بکنید شما ببینید که ما بلاک اصلا داریم یا نداریم توی رسانه مرجع. یه دونه بلاکی داریم، اونم این آقاست که من مجبور شدم با توجه به این رفتار بسیار ناشایستش که انجام داده. حالا اینم اگر دوست داشتید میتونید پخشش کنید. خب بسیار عالی. خب در نهایت میخوام ببینم که آقای ابراهیمی غایت و اون چیزی که در ذهنش هست از صنعت تابلوسازی رو در چه میبینه؟ میخواد صنعت تابلوسازی تا کجا رشد بکنه؟ در چه جایگاهی میخواد این صنعت و این صنف و این مارکت رو در واقع ببینه؟ ببینید من یه سری ایدئال ها دارم تو ذهنم، یه سری آرزوها دارم که خیلی دوست دارم اتفاق بیفته. من دوست دارم اگه یه مشتری اومد وقتی خواست تابلوساز رو ببینه حداقل 2-3 مرحله رو باید رد کنه تا ببینتش. یعنی اگه تابلوساز خواست بره تابلوی طرف ویزیت کنه باید وقت بگیره. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. طرف وقتی اومد داخل مجموعه تابلوسازی فکر نکنه با یه فرد بسیار لو لول با جایگاه اجتماعی پایین طرفه. یعنی حداقل یه منشی رو رد کنه، یه وقت بگیره اونجا بشینه، یه وقت طراحی، یه هزینه پرداخت کنه، ویزیت باید بشه. خیلی اینو ایدئالای من، خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. دوست دارم که تابلوسازو به این خودباوری برسونم که این کارو بکن و ببین اگر نتیجه گرفتی ادامه بده و به همکارت هم بگو ادامه بده. چون همین الان داریم افرادی رو که این کارو میکنن و شما برید ببین وضعیت کارشون چجوریه. افرادی رو داریم که نرخنامه اتحادیه رو میزشه، میگه مقتضای من اینه، درست شد، نمیخوای مغازه بغلیم تابلوسازه، برو بغل این بغلیه میزنه برات، تو همین بغلیه میزنه برات. خیلی دوست دارم این وضعیت رو که آقا ما چرا باید بریم گوشه رینگ دستمونم اینجوری کنیم؟ چرا باید اینجوری باشیم؟ ما چیمون کمتره؟ ما چه هنری نداریم؟ چه فنی نداریم؟ ما اصلا از خیلی از شغلایی که تک بودیان ما خیلی سرتریم. من ایدئالم اینه که تابلوساز یه صندلی داشته باشه خیلی بزرگ، تکیه‌اش بزرگ، صندلیش بالاتر باشه، میزش بزرگتر باشه، وقتی که مشتری میاد حتما صندلیش پایین‌تر باشه، نور بالا سر تابلوساز بیشتر باشه. باید از بالا نگاه کنه تابلوساز. تابلوساز درجه‌ای قرار نگرفته که اون صنف اومده اون داره تو تقاضای خدمت میکنه، اون تقاضای کالا از شما داره. ما باید تحکم کنیم، نه اون به ما. ما باید نرخ تعیین کنیم. مگه ما میگیم دندون پزشکی ما میگیم چقدر بگیر؟ مگه میگیم تخفیف بده؟ فرق موضوع پزشک چیه؟ یه واحد ایمپلنت 30 میلیون تومانه. میگی بهش چرا؟ وقتی یه آرایشگاه زنونه میاد میگه یه دونه هایلایت مون نمیدونم 7.8 میلیون تومانه، نمیدونم اون چقدره، ولی نگاه میکنیم 15000 تومان جنس خرج که میگیم چرا؟ میگیم نه دست نداد. به قول این اینستاگرامیا نمیدونم مرسی مریم جون این چیزا رو می‌نویسن دیگه. یعنی واقعا همینجوری بوده دیگه. حالا واقعا همینجوری بوده. من خیلی ایدئالم اینه که تابلوسازه یه دیدگاه پوری داشته باشه، خودش هم باید پر باشه ها. یه آدم مثلا بره اول کسب دانش بکنه، کسب تجربه بکنه، اون علم رو یاد بگیره، علوم ارتباطات رو یاد بگیره، فن رو یاد بگیره، توی حوزه کاری خودش آقا نئوفلکسی کاری فول باش، تابلو چندلیون سازی فول باش، درجه 1 باش. اگه یه تابلوسازی هستی که همه کاری رو داری انجام میدی فول باش، بعد شما ببین چه جوری میتونی با مردم رفتار کنی. دکوراسیون خوب، ظاهر خوب، وضع خوب، تکلم خوب، اصول و فنون مذاکره خوب، اینها رو شما یاد بگیر. بعد ببین تابلوساز مشتری رو میخونه گوشه رینگ یا نمیخونه گوشه رینگ. بعد ببین با پولش لذت میبره یا نمیبره. پول خوب شما بگیری خرج خوب میکنی، زندگی خوب میکنی، اعصابت راحته، موات دیرتر سفید میشه، کمتر میریزه، کمتر اخم میکنی. خیلی از این آسیب‌های اجتماعی از بین میره. من میگم آرزوم اینه که تابلوساز اینجوری نگاه کنن به شغلشون، خیلی از بالا نگاه کنن، خیلی پر نگاه کنن. بسیار عالی. دو تا نکته که ابراهیم وسط صحبتشون گفتن، یکی راجع به ایمپلنت بود که پیروز چون خودشون درد کشیدن راجع به چش کلا یه مقداری آسیب دیده بودش، ما قرار بود پیروز این ضبط رو داشته باشیم. آره. و یه تیکه دیگه هم بود که آره راجع به همون مثلا مرسی مریم. دقیقاً آخه من یه همچین چیزی رو استوری که 2 سال پیش کرده بودم، گفتم چرا ما مثلا مرسی تابلوسازشون نده، مثلا مرسی مهدی جون مثلا بابت فلان تابلو نداریم همچین چیزی. نه واقعا چرا ندیم؟ این همه تابلوی خوب داره نصب میشه، باید این مسئله اتفاق بیفته. خب
جمله پایانی چیزی اگر هست که من در خدمتتون هستم و بیننده‌های عزیز. زنده باشید. من خیلی خوشحالم که یک تابلو سازم و خیلی خوشحالم که دارم سیر پیشرفت تابلو سازی رو می‌بینم و امیدوارم که همه شما تابلو سازا هم از شغلی که داخلش هستید لذت ببرید یا کاری کنید که براتون لذت بخش باشه، تکراری نشه. هر موقع دیدید از کار خسته شدید حتما شغلتون رو عوض بکنید، حتما به سراغ یک شغل دیگه، یک رسته دیگه، ولی تابلو سازی رو تلاش کنید که صدمه بهش نزنید، عزتمندش کنید، بزرگش کنید، ارج بدید به خودتون، به شغلتون، به جایگاهتون، به خانوادهتون، به تنتون. اون خود یه تعریف داره. کلمه خود شما یه جستجو کنید ببینید یعنی چی. اون به اون خوده یه احترام خاصی قائل بشید. السلام. دست شما در نکنه و ممنون از همه بینندگان عزیز که ما رو تا اینجا همراهی کردید. تا پادکست بعدی فعلا خدا نگهدار. درود بر شما.